سلام دوستان، همچنان خسته نباشید. من اولین متولد امسال براتون نشون بدم. متولدین آخر سال اسفند 30/1 یا 30 بهمن یا 1 اسفند. اینم ملکه با این کیفیت از ملکه‌های پیوند خودمونه. اینم زنبور در حال تولد. تو فیلم مشخصه یا نه، زنبور متولد امسال. این ملکه درشت با کیفیت میدین ژرمنیه، رفتش اون ور قاب. ملکه خجالتی. کجا رفتی ملکه خجالتی؟ این زنبور تازه متولد شده است. اینجاست، دقیقا مشخصه. رنگشون توسیه، متولد امروز. ببینید زنبور در حال تولد. این زنبوری که مشاهده میکنید دقیقا همین امروز متولد شد. اولین آفتاب عمرشو داره میبینه. ملکه با کیفیت به این میگم. تو زمستون ببینید برف، این همه برف، زنبور متولد داره. نژاد بهترین نژاده، نژاد آلمانی ژرمن اصل. دوستایی که امسال ملکه باکره بخوان، ما در خدمتتون هستیم. تعداد بالا تولید داریم. اینم ملکه خجالتی ما. بالای قاب نه، کاملا ژرمنی. بالاش هم چیزی میچه نره. زنبور خودش مدیریت بلده. اندازه یه مشت تو دمای 15 درجه زیر صفر تخم‌ریزی کرده. زنبور تازه متولدم داریم. خدا بده برکت. خداحافظ شما.